کربلایی صاحب سلام. سلام علیکم. منده نباشی. خوب است جان جوره؟ سلامت باشی، جور باشی. کربلایی صاحب خود معرفی کن. بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب کربلایی سخی رضایی، یک از باشنده‌های پی کوشه که امروز اینجا برای افتتاحیه مکتب نیمه‌کاره از ما بود که تخریب شده بود. با همکاری دوستان عزیزان مسافرین محترم که از کشور خارج، ایران و از کل کشورهایی که هسته کمک و همکاری که ما توانستیم دو برادر عزیز ما که کربلایی علی باشه و کربلایی عریف همکاری دیگه برادران تانستیم امروز سقف مکتب را بسیار به نحو احسن درست کردیم. میز چوکی درست کرده دیگه خدمت عرض کنم میدان فوتبال جور شده بسیار با هزینه بالا، بسیار با سطح بیخی کاملا 100% خوب شی. میدان والیبال دیگه کارهای مکتب نسوان بیخی به نحو احسن جور شده، یعنی به طور کامل تکمیل شده، بیخی به نحو احسن تکمیل شده. و تشکر خاص از عزیزانی که مون میگیرنه و در این راستا کمک کرده، کار کرده، زحمت کشیده، چی در اینجی و چی همراه پول و سرمایه خو معززان را واقعا خوشحال کرده. و عزیزانی که در خارج کار کرده، زحمت کشیده در تابستان گرم و داغ، در سرمای زمستان، از طول از همون زحمت‌های خو از کشورهای دور، استرالیا، آمریکا، اروپا، ایران سختی‌های خیلی طاقت فرسای متحمل شده و از همون پول خوری در مو امروز اینجا فضل خدا دارای میدان فوتبال، والیبال، مکتب خیلی عالی کس پول امزی عزیزانه واقعا دستی تک تک از برادران بوسیدنیه. انشالله که یک روز از نزدیک مدیس از عزیزان بوسیدنی باشی و همی همکاری های اکتوال برای از مو کده انشالله که بعد از این از مو دریغ نکنه. خواهیشت از مردم پیک چه کربلایی صاحب که مکتب جور شده، میز و چوکی و کلا هزینه شده. والله خواهش از مو از این مردم، از مسئولین مکتب، مدیر صاحبا، معلم صاحبا ایه که مکتب پیش از این جور شده بود ولی متاسفانه بسیار با عمر کم تخریب شد که امروز عزیزان دوباره افتتاح کرده، جور کرده و خواهش از مو از تک تک اهالی پیک، از تک تک چی از متعلمین، معلمین دیگه اهالی مردم میه که امروز که شاهد اینمی رقم شفافیت مکتب است، یک روز دیگه هم که اینمی بایی اینمی رقم تر و تمیز باشه دیگه. خواهش از مو از کل اینمیه. تشکر کربلایی صاحب. جور باشی، موفق باشی انشالله که برای سلامتی همه مسافرین ما دعا داریم. تشکر. تشکر، زنده باشی.